بعد از همایش یک ساله ما بلافاصله وارد کنفرانس دو هفته‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا شدیم و میخواستم یه چند جمله در این موضوع بگویم. اگر ما با چند جمله این کنفرانس را جمع بست یا نتیجه گیری کنیم، میتوان گفت که در مقایسه با سال گذشته یک مقدار بهتر بود این کنفرانس، چون هم هیئت‌هایی که از جامعه شهروندی از حساب مهاجرین در این کنفرانس شرکت داشتند با یک آمادگی بهتر و بیشتر شرکت کردند و هم هیئتی که حکومت را نمایندگی میکرد و هم هیئت رسمی و هم هیئت غیر رسمی یک آمادگی بهتر داشتند. اما متاسفانه باز هم ما تاجیکان در مجموع نتوانستیم از این فرصت خوب استفاده بریم، چون کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا این یک فرصت است برای گفتگو، مکالمه و مطرح کردن مشکلات و پیدا کردن راه حل ها. اما هیئت‌های تاجیکی چی از طرف حکومت و گاه از طرف ما هم مخالفین هم، بجای آنکه بشینیم سر مشکلات موجود در کشور صحبت کنیم، راه حل پیدا کنیم، بیشتر این میدان را، این فرصت را برای گیله‌گویی، برای نسبت یکدیگر دروغ و تهمت پراکندن و حتی متاسفانه برای فتنه، ایجاد فتنه استفاده میبرند. خیلی جای تاسف است که هیئت حکومت قبل از آن که به ورشو بیاید الکی خودش را برای یک نبرد اطلاعاتی، برای یک برخورد آماده کرده بود و نه تنها خود را، حتی فرمت یا چارچوب مناسبت با تاجیکان دیگری اشتراکی در این کنفرانس را از قبل معین کردند با دادن مصاحبه ها و مقاله هایی که پر از دروغ، فتنه و حتی تحقیر و توهین بود، با پس زدن، کوچک نشان دادن و تقریبا پیام فرستادن که ما چگونه در ورشو مناسبت خواهیم کرد، که متاسفانه همون فرمت یا همون چارچوبی که از قبل معین شده بود تقریبا با همین چارچوب این کنفرانس کار خود را به انجام رسانید. اما اون چیزی که برای ما مثبت بود این است که هیئت مخالفین، پیمان ملی تاجیکستان و دیگر شرکت کنندگان و حتی برادران گروه 24 هم که با وجود این همه فتنه ها که از طرف دیگر کرده میشد به این فتنه ها داده نشدند و بدون کدام یک کشمکش خاص این کنفرانس به انجام رسید، در مقایسه با سال گذشته که واقعا هم بعضی رفتارهای ناخوش از طرف مقامات دولتی شده بود. اما اون چیزی که قابل توجه است این است که نتیجه این کنفرانس چی شد. اگر هیئت تاجیکستان با یک حالا گویم آماده بود که هموطنان خود را، مخالفین را، مهاجرین را در نظر اروپایی ها 57 کشور عضو این سازمان سیاه کند و برای آنکه به این هدف برسد اونها مجبور شدند بروند سراغ بعضی سندها، کتابها یا فکت‌هایی که در تاریخ مانده اند، چون برای امروز هیچ حرفی گفتنی نبود. اما هیئت مخالفین، پیمان ملی تاجیکستان و دیگر حزب و حرکت‌ها ما بیشتر دقت را به امروز تاجیکستان جلب کردیم، چون برای جامعه جهانی تاریخ چندان دیگر اهمیت ندارد. برای جهان روندهای امروزه مهمتر است. آنها میخواهند بدانند که در تاجیکستان چی میگذرد امروز، در زندان‌ها چی وضع است، مردم چی آزادی ها دارند، وضع اینترنت چی هست، وضع آزادی بیان، آزادی مطبوعات چگونه است، دموکراتیا و انتخابات ها چگونه صورت میگیرند. اما چون هیئت حکومت هیچ دلیل، هیچ حرفی برای گفتن در موضوعهای داغ روز ندارد، بیشتر رفتن به افسانه‌گویی، به تاریخ‌گویی که هیچ تأثیر در ذهنیت، در موقع کشورهای اروپایی نداشت. من برای آنکه مسئله واضح تر شود دقت شما را به روز آخر و جنبستی کنفرانس جلب میکنم که در اون روز در صحبت‌های آخر تنها هیئت‌های رسمی حق صحبت دارند. ما مثلا جامعه شهروندی در اون قسمت جلسه حق صحبت کردن نداشتیم. اما چی شد؟ حکومت تاجیکستان بار دیگر موقع خود را بیان کرد، اما چند کشور اروپایی، چند کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا آمدن با صراحت تمام موقع‌های هیئت حکومت را رد کردند. برعکس
گفتن آشکار که در تاجیکستان زندانیای سیاسی هست، آزادی ها نیست، شما بالای خش و تبار مخالفینتون فشار میارید، اونها را گروگان گرفتید و طلب کردن که هر چه زودتر از این جنایت ها و از این قانون شکنی ها دست بکشید. ببینید وقتی که نتیجه کار این شد که یگان کشور اروپایی آماده نشد حتی یک مرتبه هم از موقع حکومت تاجیکستان پشتیبانی کند یا طرفداری کند. برعکس همگان هر کسی که درباره تاجیکستان برآمد کرد وضعیت رو منفی گفت و پشتیبانی از موقع جامعه شهروندی کرد. حتی من یک مثال هم میارم که یکی از سفیرها در صحبتش هیئت تاجیکستان را با کلمه مریانیتکا نامگذاری کرد، بهاگذاری کرد. اگر کسانی که میخوان این را ببینن طولانی نیست، اونا هم اگه 2-3 دقیقه صحبت میکنن در شبکه پیدا کنن و خودشان شاهد باشن که بهاگذاری هیئت‌های رسمی در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا نسبت وضعیت تاجیکستان چه بود. پس اگر نتیجه گیری کنیم به این خلاصه میرسیم که هیئت تاجیکستان شاید برایشان عبرت شده باشد، شاید درس شده باشد که از این به بعد وقتی که به این گونه کنفرانس ها میان از تهمت و دروغ پراکنی نسبت هموطنان خود، نسبت مهاجرین، نسبت مخالفین دست بردارند و بیاین یک رویکرد جدیدی سازنده که نشان بدهند که واقعا حکومت در فکر حل مشکلات هست، نه در فکر سیاه کردن هموطنان خودش. و این از نگاه من برای آینده بهتر می بود. هیئت ما در آینده هم این روش را ادامه خواهد داد و ما تلاش میکنیم مثل این ساله بیشتر جوانان روی صحنه بیان، بیشتر در موضوعهای مبرم روز صحبت کنیم و هر آنچه که به تاریخ ربط دارد، به گذشته ربط دارد، اون رو همچون مال تاریخ بدانیم و در این گونه نشست‌ها مطرح نکنیم. و این بود در مجموع خلاصه ما از این سال که سپری شد که واقعا هم بار دیگر تکرار میکنم مالامال از حادثه ها بود، ولی در مجموع میتوان گفت که یک سال بسیار مهم برای ملت تاجیک، بخصوص برای مخالفین، برای پیمان ملی تاجیکستان بود و ما این را درک کردیم که ملت دارد روز به روز بالاتر می رود، قوی تر می شود، آگاه تر می شود و در مقابل دیده ایستادیم که حکومت روز به روز دارد موقعش در جامعه جهانی تنگتر می شود، به انزوا یا به حاشیه روندهای جهانی فرستاده بشود و امید دارم که این واقعیت را آنها درک خواهند کرد و برای هر چی زودتر برآوردن ملت و کشور از این وضعیت در جستجوی راه حل خواهند بود.